دوست ندارید صداشو؟ درسته؟ اصلا با لیوان به نمیخور آدم عصبی باشه. اصلا میگم دست خودم نبودش، اصلا خون میدیدم آروم میشدم. حالتون بد شد؟ یه سمت قلبم درد گرفت. سمت قلبتون درد گرفت؟ آها آره ابدا کامل باید بیای بیرون. بعضی اوقات زور مامان خیلی زیاد میشه. اینا رو برای من تعریف کن. زیاد میشد. داره برمیگرده به اون موجودی که توی بدنشونه، چیزی که براشون گذاشتن، چیزی که برای کار گذاشتن، برمیگردونه اون حالت. سلام به رفقای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب هم اومدیم پیش خانواده عزیز دیگه. یه مادر و پسر عزیزن که مشکلات ماورایی برخوردن، با من تماس گرفتن. پسر خانواده یه سری چیزا میبینه، مادر خانواده ولی مشکلش حادتره. چرا؟ چون انگار این موجودات وارد بدنشون شدن. حالا باهاشون صحبت میکنیم که ببینیم از چقدر. حالتون خوبه؟ سلامتی؟ مرسی، زنده باشین، خیلی خوش آمدید. عزیزید مرسی. میخوام برای من بگید که داستان از کجا شروع شده و اینکه این اتفاقات از کجا شروع شد. اصلا کلا چرا فکر میکنید این اتفاقات ماوراییه؟ والا آقا پویا، من 16 سالگی ازدواج کردم. بعد ما سر عقد که کلا مهمونا همه بودن و نشسته بودیم برای عقد و داشتن عقد میکردن که هنگامی که دعا میخوندن و اینا چیزا اجرا میکردن، من آقامون این بر نشسته بود، خود به خود من گردنم میرفت این سمت وقتی که داشتن اون چیزو میخوندن وسط مراسم شادی. آره. بعد این چیزو که میخوندن من خود به خود گردنم رفت این سمت. راهش من نه مثلا قبلش اصلا اعتقاد داشتم به دعا و هیچی. بعد جوری بود که به خواهرم مثلا چیزی هم اشاره کردم، گفتم من دارم سکته میکنم، گردنم داره میره این ور، یعنی گردنم چک شده بود به این سمت. بعد دیگه یه جور بود که مثلا دختر خالم اومد نشست، گفت فقط تو بله رو بگو که مثلا تموم بشه. دیگه من با همون چیز فقط یه بله گفتم و جوری بود که امضاها رو دیگه حتی انجام ندادیم. حالتون بد شد؟ خیلی حالم بد شد. آره. سر سفره عقد کسی بود که غریبه باشه؟ چون معمولا میگن سر سفره عقد نباید غریبه ای بیاد، نباید کسی بیاد که نشناسیمش، چون امکان داره طلسمی بزنه، کاری بکنه. کسی بود که به شک داشته باشی؟ همش فامیل بود. آره. من همون حالت که به هم دست داد، خدا بیامرز، عمم که رفت سر کتاب برام باز کرده بود و اینا، گفته بودن مثلا حالا نظر شده یا مثلا دعا براش نوشتن یا همچین چیزی. بعد این اتفاق افتاد دیگه، ما اومدیم بیرون که بریم توی سالن. یعنی وارد سالن که میشدیم، مثلا همسرم اینور میشست، من گردنم میرفت این سمت، همسرم میومد اینور، من گردنم خود به خود میرفت اینور. آره. مثلا حتی تو عکسام هست که مثلا دختر خالم هی گردنمو سعی میکنن صاف کنم ولی نمیشد. یه جور بود مثلا چشامم درشت میشد، خیلی وحشتناک. بعد میرفتیم بیرون، من اوکی میشدم. یعنی اصلا ما تو سالن نبودیم چون حالا همش بد میشد دیگه، همش بیرون بودیم دیگه، بیرون سالن. داخل میومدی حال تو بد میشد، میرفتی بیرون. آره، حالم اوکی میشد، خوب میشد دیگه. تو این ماجرا پیش اومد و واقعیتش دیگه خیلی پیگیر نشدیم. من حتی شبش که خوابیدم بیدار بودم که داشتم میخوابیدم، صدای یه زن که همش اسم منو صدا میکرد. انقدر من وحشت کرده بودم که همین حالت مونده بودم. یه نفر هی فقط صدا میکرد، یه خانوم، که صبح پا شدم به دختر خالم گفتم، چون ما دختر خاله پسر خاله، گفتم که یه خانومی همش منو صدا میکرد، اسممو هی میگفتش. دیگه واقعیتش خیلی پیگیر نشدیم و اینا. بعد من قبل از پیمان باردار شدم که 2 ماه 3 ماه هیچ چیز نشد، بچه نموند، مثلا سقط شد. بعد سر پیمان که باردار شدم، این همسایه بغل خونه مادر شوهرم مشکل. بچه چی شد؟ بچه از بین رفت؟ آره سقط شد.
و اون موقع احساس نمی‌کردی که کسی داره دشمنی میکنه، طلسمی میزنه، جادویی میزنه؟ اصلا من تو فکر این چیزا اصلا دارم اصلا میرفتن دعا میگرفتن بین خودشون این حالت رو میدیدن، ولی به ما زیاد نمیگفتن. ما هم جوان بچه بودیم دیگه. اصلا فکر نمی‌کردی که این چیزا باشه. ما این چیزا نه، ولی فکر کنم بزرگترها مثلا میرفتن، حالا دور از شما دعا میگرفتن، پیش دعا نویسینا میرفتن. آره. بعد دیگه من سر پیمان باردار شدم. این همسایه خالم اینا یه مقدار مشکل اعصاب داشت. حالا فهمیده بود که مثلا من باردارم، مثلا روی پله ها عروسک درست کرده بود انداخته بود که مادر شوهرم دیده بود و آره. بعد من خب میگم خیلی پیگیر نمی شدم، بیشتر خالم مثلا اینجور چیزا رو بهم میگفتش، تا اینکه پیمان به دنیا اومد و خیلی زردی شدید داشت که 2 هفته بیمارستان بستری بود. موقع بارداری آقا پیمان اتفاقی براتون نیفتاد؟ اتفاق عجیبی؟ نه میگم اصلا آره اصلا تو بحرش نمیرفتم. حالا شاید باشه مثلا من آره متوجه نمیشدم. اصلا میگم تو فکر این از کی فهمید که اینا برای ماوراه؟ من یه پیمان کوچیک بود، من تازه مثلا این اتفاقی که افتاده به همسرم دارم میگم، پیمان کوچیک بود، من خونه خواب بودم، پیمانم بغل دستم خواب بود، احساس کردم یه نفر پیشمه، همون لحظه افتاد روی پیمان که پیمان یه با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن، ولی اینو نمیگفتم فکرم نمیرسید که این چی هست و فلان. قشنگ دیدینش اونی که افتاد پیمان؟ نه چون منم پیش پیمان دراز کشیدم، احساس سنگینی کردم که یکی هست، حتی از روم پرید افتاد روی پیمان. آره درست. افتاد روی پیمان، ولی خب بختکم خیلی روم میافتاد، جوری که مثلا خواب بودم دیگه نمیتونستم بیدار بشم، خیلی سعی کردم بیدار شم، از خواب نمیتونستم. آره اینجور خیلی برام اینجور اتفاق افتاده. 1 ماه من حالم خیلی بد بود که حتی من فقط صبح سرم میزدم، شب سرم میزدم، هیچ غذایی نمیتونستم بخورم. تو 1 ماه مثلا 15 کیلو کم کرده بودم. ولی خب میگم خیلی پیگیر این موضوع نبودیم، تا اینکه پارسال من خیلی حالم بد بود، خیلی حالم بد بود، قشنگ یه سنگینی تو قفسه سینم بود، بعد قشنگ احساس میکردم که یه چیزی داره فشار میاره تو درونم، بعد اضطراب شاید الان که من نشستم پارسال من اینقدر حالم بد بود نمیتونستم بشینم زمین، اضطراب خیلی شدیدی داشتم. بعد همین زندگی نرمال بود، یهو این اتفاق افتاد براتون؟ رفته. آره. بعد دکتر رفتید؟ شاید از مریضی یا چیزی نباشه، مثلا قفس سینه، شاید از قلبتون، ریه هاتون رفتید دکتر ببینید چیه؟ خب اینا رو نرفتم، ولی خب برای مغز و اعصاب من چند سری رفتم که داروهاشو مصرف میکردم، من بدتر میشدم، به جای اینکه خوب بشم بدتر میشدم. یعنی الان من خودم متوجه نمیشم، مثلا همسرم میگه توهم میزدی و ترس داشتی. گفتی که مامان بعضی اوقات، من احساس میکنم مامان همین الانم استرس شدیدی داره، احساس میکنم نفسش سخت بالا پایین میشه. که من به شما گفتم فهمیدم. به من گفتی که بعضی اوقات زور مامان خیلی زیاد میشه، اینا رو برای من تعریف کن. زیاد میشد مثلا چیزا من ندیدم، مثلا خواهرم بهم میگفتش مثلا زورش خیلی زیاد میشد، یه دفعه مثلا میشه، یه دفعه میخندید، یه دفعه وسط خندش یه دفعه گریه میکردش، بعد اصلا انگار یه چیزی در گوشش صحبت میکردم. مثلا اون روزی که من با شما تماس گرفتم، همون روز یه دفعه حالش بد شد، همینجا افتاد، دستاش محکم شد، اصلا دستش من درست نمیتونستم تکون بدم. بعد اصلا انگار یه چیز بغل گوشش هی صحبت میکرد، هی با دستش اینجوری میکرد زیر لب یه چیزی میگفت به اون طرف خودش، ولی یادش نمیاد. نمیدونم حالا یادش هستش یا نه، دقیق نمیدونم. رنگش شده بود مثل گچ، اصلا چشاشو باز نمیکرد، هرچی صداش میکردم چشاشو باز نمیکرد، انگار یه چیز بغل گوشش صحبت میکرد، هی با دست هی میفرستادتشون و زیر لب یه چیزی میگفت، یه دفعه بلند میگفت ول کن دیگه، بس دیگه، اینجور چیزا میگفتش بهش. من پارسال که برام اتفاق افتاده بود، من خودم رو روبروی خودم میدیدم با چهره ترسناک، خودم بودم. بعد مثلا میخواستم یه کاری بکنم، مثلا نمیذاشت، با نیشخند قشنگ خودم رو میدیدم جلوی خودم واضح. آره، ولی چهره وحشتناک خودم بود که حتی یه سری من خونه مامانم بودم، یه شلوارم رو میخواستم بدم دختر خواهرم برام بدوزه، گفت باشه خاله برات میدوزم. این انقدر اومد تو مخ من، گفت
پاشو شلوارتو بده بدوزه، پاشو شلوارتو بده بدوزه براتون. انقدر اینو گفت من پا شدم شلوارمو آوردم پرت کردم سمت دختر خواهرم، شروع کردم گریه کردم. گفت چی شد خاله؟ گفتم ببین یکی هی داره به من میگه پاشو این کارو کن، پاشو این کارو کن، انقدر میره رو اعصاب من، این شلوار رو هی گیر داده بود که تو پاشو این سری این کارو بکن. بعد این مثلا اینجور اتفاقا خودم قشنگ میدیدم ولی با چهره ترسناک، مثلا هی با نیشخند. میدونی چی میگم؟ این اتفاق هر شب نبوده، یه وقتایی بوده، درسته؟ خب الان پارسال روز آرومی من نداشتم، هر روز بود. چی شد که حالتون بهتر شد؟ من واقعیتش رفتیم میشه یه دعانویس تو اسلام شهر تبایی بودن. آره به هم گفتن که آره چهل قفلتون کردن، دعایی کردن و فلان، یه دعایی رو دادن که بعد خاک میکردیم که خاک کردیم. ولی خب بهتر شدم، ولی خب من آرامش ندارم. یعنی اصلا بگید من 1 ساعت آروم باشم، آرامش داشته باشم، اونو ندارم. این دقیقا همینجوره. امکان داره که بهتر بشید 1 هفته، 1 ماه، 2 ماه، ولی اگه برگرده خیلی بدتر برمیگرده. اگه برگرده شدیدتر برمیگرده. بعضی دعانویسا هم هستن نمیشه اینو رد کرد، دعانویسی رحمانی انجام میدن، کار خوب انجام میدن، ولی من تا الان ندیدم کسی بره و این داستانش مادام العمر حل بشه. یه مدتی کم میشه دوباره برمیگرده. آره من احساس میکنم دوباره داره برمیگرده، چون الان قشنگ هفته یه بار من زیر سرمم، چون یه دفعه بدنم سوس میشه، خالی میشه، بعد دیگه میافتم همینطور که پیمان گفت، بعد فقط هم گریه میکنم. بعد موقع گریه صدایی میشنوید؟ نه صدا نمیشنوم. اون گفتید شبیه خودمه، اونا کی میبینید که یا دیدیدش دیگه؟ چیز دیگه ازتون خواسته؟ ببین پارسال این اتفاق برام افتاد، میدونم باور کن زیاد یادم نمیاد، چون هی آره مثلا اینو یادمه فقط. نمیدونم حالا همسرم چجوری بودم. البته یه روزم تو همون پارسال که مثلا تو اون زمان یه روز حالش خیلی بد بودش، من سر کار بودم، دخترم هم سر کار بود، مثل یه زنگ میزنه به دخترم، اون سری میاد داخل خونه، بعد میبینه این مثلا اعصابش خورده، همونجور حالش خرابه، بعد میگه نشسته بود یه دفعه نمیدونم خمیازه کشید یا چیز شد، یه صدای مردی از دهنش اومد بیرون. دخترم جوری شده و ترسید، به من زنگ زد بابا بیا اینجا چیز کنیم، که از اون به بعد جدی گرفتیم، گفتیم 100% یه چیزی هست. بعد دیگه رفتیم پیش همون دعانویسه، اون مالا چی خوندش یه مقدار بهتر شد، ولی الان دوباره بعضی موقع یه دفعه بی خود عصبی میشه، یه دفعه مثلا استرس میگیره، باید حتما ببریم یه سرم یا آرام بخش اینا بزنیم دوباره برگرده. بعد الان دخترم مثلا میگفته من خوابیدم تو اتاق، یه دفعه مثلا صدای مامانشو میشنیده، مامانش در صورتی که مثلا اینجا خوابه، مثلا هی صداش میکرده، با صدای مامان صداش میکرده، یک تا پاشو، بعد میگه بلند میشدم ولی هیچ کس نمیدیدم مثلا تو خوابیدی اینجا، همچین چیزایی بود. بعد به خاطر اون دیگه خیلی جدی شد، چون داروها هم خیلی بدترش کرده و هر دکتری هم میرفتیم مثلا هی بدتر و بدتر آرام بخش میدادن دکتر، آرام بخش اصلا دیگه نمیتونست راه بره، این کلوناسفام و دیاسفام و آره اصلا جوری شده بود نمیتونست دیگه راه بره، اصلا چشاشو نمیتونست باز کنه. بعد دیگه یواش یواش داروها رو کم کردیم و رفتیم پیش اونم گفتش اصلا دیگه دارو نخور دیگه چیز اونم خدا رو شکر بهتر شد. اون داروها یه کاری میکنه شما کلا از زندگی ساقط میشی، درسته دیگه، مثلا پرخاشگری نمیکنی فلان. واسه کسایی که مثلا تو خونه خیلی پرخاشگری میکنن، حالت دیوانگی دارن خوبه، ولی واسه مادر این اصلا کلا شده بود مثل مریض، خیلی مثل معتادا، یعنی یه جوری بود نه چشاشو میتونست نه اصلا حرف نمیتونست بزنه، اینقدر شلوول حرف میزد اصلا نمیفهمیدی چی میگه، که دیگه گفتیم این دیگه بدترش داره میکنه، یعنی جوری شده بود دیگه میگفتیم ببریم بستری کنیم. بعد یه دخترم که این حالت‌ها رو دیدش گفتیم حالا ببریم یعنی انقدر دعانویس آدم دیده بود شک می‌کرد، میگه کاری نمیشه کرد. من واقعیت الان هم شک میکنم، میگم شاید این هم مثل اونا باشه، چون ما کارمون دعانویسی نیست. آره میرفتیم مثلا جواب نمیگرفتیم، ولی این یکی مثلا یه مقدار بهتر شد، تقریبا 3-4 ماه بهتر بود، ولی الان خودش میگه بازم یه مقدار بعض مثلا تو هفته 1 بار 2 بار اینجور میشه. قبلش چجوری بودن آقا؟ قبلش
شما نزدیک دیده بودین این صدایی که عوض میشد، شما نزدیک دیدین این قضیه رو؟ صدا عوض شدنشو نه دیدم، ولی دخترم قشنگ دیده بود، جوری ترسیده بود که به من زنگ زد گفت بدو گفتن بیاره. زورشون هم زیادتر میشه. آره زورش زیاد میشد، بعد اصلا چشش خیلی درشت میشد عصبی، خیلی عصبی میشد. آره بعد یه دفعه گریه میکرد، مثلا یه لحظه خوب میشد بعد گریه میکرد. من نمیخوام اینجور باشم، نمیدونم دست خودم نیست. عوض میشد. آره اونجوری میشد. بعدش مثلا یه مدت خوب میشد، یه 2 روز و فرداش دوباره همون حالت. یعنی تقریبا چند ماه پیش ما هر روز زیر سرم بود دیگه، کار دیگه ای نمیتونستیم بکنیم. دکترم که برده بودیم میگفت داروها همینه دیگه، باید بخوری، متخصص داده باید بخوری. فقط میتونستیم ببریم اورژانس، مثلا یه سرم آرام بخشی چیزی بزنه، میومد نهایت تا فرداش مثلا دوباره همونجور بودش، هیچ مشکلی حل نمیشد. یه گربه هم دارن تو خونه کلا نابیناست. بعد داداش شما گفتی که حس میکنه گربه. من مثلا بعضی شبا مثلا دیدم آره اینجا یه دفعه رو هوا انگار یه چیزی هستش، بلند میشه باهاش بازی میکنه، بعد دوباره صدا، بعد گربه دیدیم یه چیزی میبینه میترسه خودشو پف میکنه، مثلا سمت دیوار وایساده یه دفعه کلا پف میکنه، دنبشو پف میکنه، صدای کلفت از خودش در میاره، یه دفعه میپره چیزی حمله کنه. من از کلا از خیلی سال پیش کلا علاقه داشتم به این چیزا، خیلی هم دوست داشتم ببینمشون. خیلی آره دوست داشتم ببینم. کاری هم کردی که برای ارتباط گرفتن؟ آره من این کارو کردم. حالا مثلا به ماما اینا نگفته بودم ولی الان دارم میگم. من با یکی صحبت کردم گفت مثلا تو یه روزی که هوا تاریک باشه، هیچ نوری تو خونه نباشه، تو تاریکی برو دوش بگیر، بیا بیرون، بعد یه حوله بپیچ دور کمرت، یه سوزن بردار، برو وایس جلوی آینه قدی، بعد به من زنگ بزن، من یه چیز میخونم، اون کاری که بهت میگم انجام بده. گفتم باشه. موکل میفرست. ماما اینا رفته بودن خونه مامان بزرگم، اینا نبودن، هوا دیگه تاریک شده بود، همه چراغا رو خاموش کردم، تو تاریکی رفتم دوش گرفتم، سوزن پیدا کردم، جو وایسادم جلو آینه قدی. قبلا این نبود، یه آینه مثلا چجوری بهتون میگم، این مدلی بودش آینه ولی قدی بود. قبل از این اتفاقا بود؟ نه بعد از این اتفاق. آره در وسط این اتفاقا بودش. بعد زنگ زدم بهش گفتم الان من اون کارو انجام دادم. بعد یه چیزی خوند اصلا نمیدونم چی بودش، گفت الان 3 بار با نوک سوزن بکوب وسط آینه. من زدم اصلا انگار مثل یه نور شمعانه، یه نور خیلی کم، انگار روی شونم بودش اون نوره. بعد یه چهره خیلی ترسناک پشتم تو آینه دیدم، خیلی ترسناک. برای چی این کار کردی؟ میگم دوست داشتم ببینم، دوست داشتم ارتباط بگیرم باهاشون. نه اون روز دیدم ترسیدم خیلی هم، چون واسه اولین بار بودش میدیدم. باور کرد. آره بعد از اون مثلا یا جایی که باشه یا میبینم یا مثلا مثل یه حاله میبینمشون که رد میشن. زیاد آره یه شب پیمان اونجا خوابیده بود، بعد من و آمونم اون اتاق بودیم، من یه لحظه احساس کردم یه چیزی اومد توی اتاق اینجور، یعنی خشکم زده و اصلا جرئت نمی‌کردم آقامون رو صدا کنم که بلند شه، انقدر ترسیده بودم. احساس کردم یه چیزی اومد تو اتاق. بعد دیگه آقامون رو صدا کردم، بلند شدیم، از این ورم دخترم اومد گفت چقدر خونه سر صداست، در صورتی که همه خواب بودیم. بعد پیمان گفت مامان اینجا منو دارن اذیت میکنن، هی بشکونم میگیرن. جای بشکوناشون مونده بود، دستم کبود بود، پاهم کبود بود، سینه‌ام کبود شده بود. جای بشکوناشون مونده بود. آره صبح من جای گاز چی؟ جای گاز نبودش، جای بشکون. مثلا من اینجا دراز کشیدم، انگار ضربه زدم. آره من چون به هوای تلویزیون تا دیر وقت نگاه میکردم اینجا دراز میکشیدم، نمیدیدمشون ولی مثل سایه، انگار 2 تا بچه بودن. از روم یکیشون میپرید اونور، اون یکی از اینور میپرید اونور، از روم میپریدن بازی میکردن. گفتی دیشبم دیدی؟ من دیشبم مثل سایه دیدم. من تو اتاق خوابیده بودم، بعد جلوی موجودیتشون مثل سایه است. آره جلوی در اتاق انگار وایساده بود، یه چیز وایساده بود که من چشمو کامل باز کردم، یه لحظه بود بعد دیگه ندیدمش. بعد اون شبی هم که مامان میگه مثلا یه احساس کردم یه چیز اومد تو اتاق، من اینجا دراز کشیده بودم، ماما اینا خواب بودن اونجا. بعد من تلویزیون خاموش کردم، چشام داشت گرم میشدش، دیدم از اتاق خواب صدا داره میاد. گفتم ساعت 3 صبح چیکار دارم میکنه؟ بلند شدم نشستم، احساس کردم بابا یه چیز از رو کمد برمی‌داره میده مامان میذاره زمین. کامل نمیدیدمشونا، 2 تا سایه رو داشتم میدم تو تاریکی، هی همین کارو هی تکرار میکردن. بلند شدم نشستم، گفتم چیکار میکنن ساعت 3 صبح؟
انگار فهمیدن که دارم نگاهشون میکنن، رفتم پشت دیوار. 2 تا کله اینجوری میومد نگاه میکرد، منو نگاه میکنم، سری کلهشون رو میکشید. قشنگ میدیدی؟ قشنگ میدیدمشون. قشنگ میدیدم. اون اتاق؟ نه این اتاق. به من میتونی نشون بدی؟ مگه EMF بزنم که ببینم خونه در چه حالتیه. اینو بده من EMF رو بگیرم. ببینید رو 3 رو سبز بعد بایسته، ولی اینجا رو میبینید داداش؟ بله میبینید رو 3 میاد، این آشش میبینید میزنه قطع میشه. نکن در اینجایی که این موجودات رو دیدی و ترسیدی تو این خونه کی بوده؟ من اکثرا هر شب میدیدم، مثل سایه از اینجا رد و اذیت نمیشی اینا رو هر شب میبینی؟ نه. و گفتی تو خونه قبلا نماز میخوندیم و قبلا میخوندن، آره قرآن میذاشتیم و نماز میخونیم. الان دیگه تو خونه نماز و قرآن اصلا صدای قرآن میادش مامان حالش بد میشه. شما میگید من رفتم پیش دعا نویسا فقط دعا رو براتون مینویسن، خب یه پولی میگیرن دعا رو مینویسن، ولی اصل مطلب پاکسازی است و اون ذکرها، قرآن، نماز، اصل مطلب این چیزاست که باید انجام بشه. خیلی راه ساده ایه، ولی ما همه فکر میکنیم حتما باید بریم پیش کسی دعا نویسی برای ما چیزی بنویسه. طول مدت زمان طولانی و استمرار روی این حرکت، یعنی شما باید انگار که رفتی یه جا عمل جراحی، پسرتون گفتم رفتی عمل جراحی انجام دادی و الان میخوای قرص و داروشو باید توی طول 3-4 ماه اینا هر سر ساعت بخوری. این هم دقیقا همین جوریه، پاکسازی و طول درمانی که داره دقیقا همین جوری. دعانویس و اینجور چیزا شاید دعای رحمانی کارساز باشه، ولی مدت زمانش کمه، کامل از بین نمیبره. اونم بستگی داره، 1001 نوع ما طلسم داریم. پیمانم الان خیلی وقت تقریبا 10 سالی هست مثلا نمیتونه سر کاری بمونه، نه مثلا آره تصمیمی بگیره. من خودم حس میکنم، میدونی مثلا انگار خیلی ببخشید لنگ در حواس گیج شده، نه نمیتونه یه تصمیم جدی تو واسه زندگیش بگیره. کارات دقیقه 90 کنسل میشه، شروع میکنم وسطش که داره خوب پیش میره کلا کنسل میشه. آره اینجوری شده اصلا. من یه آدم حس میکنه دست خود خیلی دوست داره مثلا یه کاری بکنه، با ذوق و شوق میره سر یه کاری، ولی مثلا یه هفته 2 هفته بعد دوباره اصلا انگار اون آدم نیست، اصلا از اون کار یه دفعه میزنه بیرون. همچین چیزی شده الان. یه رزق و روزی هم همینطوره. رزق و روزی اونم که اصلا کلا دیگه پاچیده ای. ما خونه داشتیم، ما اونجا رو فروختیم، با خونه پدرم مثلا کار بساز بفروشی کنیم، 3 تا ساختمون ساختیم، ولی اصلا نفهمیدیم. الان هم میشینیم فکر میکنیم نفهمیدیم این پول چی شد، چجوری رفت، اصلا کلا صفر شدیم ما، صفر. بعد از اونم کار میکنم مثلا خوبم کار میکنم، میاد خونم پول میاد، ولی اصلا نمیفهمیم از کجا اومد کجا رفت. یعنی به هر کس هم میگی مثلا اینقدر در میارم اینقدر خرج میکنیم، میگه بس پس اندازت کن، میگه پس انداز نداریم. یعنی فکر میکنم مثلا 10 تومن یه جا پس انداز میشه، میگیم آقا اینو بشه 15 تومن میزنیم به یه کاری، انگار صدا از میشنوه مثلا همون یه دفعه یه چاله 20 تومانی باز میشه. نباید بگید. آره یه چاله 20 تومانی باز میشه، اون 10 تومن که هیچ 10 تومن هم بدهکار میشیم مثلا، اونجوری میشه. از نظر مالی اینجوری شدیم. از نظر مالی آره خیلی چیز شده اصلا. یعنی کلا من الان از سر کار الان اومدم 6 صبح میرم الان میام. مثلا پسرم هم اینجا میگم مثلا یه کاری نمیتونه انجام بده، یعنی یه جور اصلا دو دله، تو هر کاری دو دله، میره سرد میشه نمیره، خودش هم حس میکنم میخواد ولی نمیتونه 100% کیه نخواد سر سام بگیره. پیمان جان حالتون بد شد؟ یه سمت قلبم درد، سمت قلبتون درد گرفت؟ الان فقط درد قفسه سینه دارید؟ نفس تنگی هم دارم. نفس تنگی هم دارید. من احساس کردم موقعی که خواستن شروع کنن نفسشون تنگ اومد. نزدیک به اومدن شما شد حالش بد شد. حالشون بد شد، درسته. خب صحبت دیگه ای داری؟
پارسال اردبیل بودم من اونجا کار بدترین می‌کردم. حالتش پارسال بوده. پارسال بود که من تلفنی صحبت می‌کردم بهم میگفتن آره. بعد خود منم اصلا یه مدت اصلا خیلی ساله انگار یه صدایی تو کلم هستش، خب اصلا کارهای منفی رو داره بهم میگه انجام، مثل دست به خود زدن. من چند بار اصلا قرص خوردم، چند بار اصلا این آخری‌ها رفته بودم بالای پلوایی که خودم کنم پایین. آره. چند بار یه دستمو زدم، چقدر بیمارستان اعصاب بستری بودم. آره زیاد میزنن اینجا جاش هستش، اما زیاد میزنم من با لیوان به نمیخوره آدم عصبی باشه. اصلا میگم دست خودم نبودش، اصلا اصلا خون میدیدم آروم میشدم، عصبی میشدم، خون میدیدم آروم میشدم، یه چیزی تو سرم میومد میگفت این کارو انجام بده، خون میومد میدیدم آروم میشدم، اصلا خون اصلا دست خودم هم نبودش. الان چند وقته این چیزا یه ذره کمتر شده؟ هنوزم هست این صداها، هنوزم صحبت میکنم. پل هوایی رفتی خودتو پل هوایی 10 بار رفتم خودم بندازم پایین ولی نمیدونم چی شد، یا آدمی اومد رد شد که نکردم این کارو، یا گوشیم زنگ خورد حواسم پرت گوشیم شد که نتونستم این کارو بکنم. اصلا صحبت مثلا نمیدونم چرا خون میبینم آروم میشد. آره بیمارستان اعصاب بستری، بیمارستان ایران. یعنی مشکلات خونه یا مشکلات خودت باعث میشدن یا نه همینجوری یهویی؟ نه اصلا یه دفعه میومد تو ذهنم، یه دفعه میومد با کوچیکترین بحثی که میشد میومد تو ذهنم میگفت آراس الان برو این کارو انجام بده. نمیخواستم انجام بدم ولی انجام خونه خودتو میدیدی آروم میشدی؟ میدیدم آروم میشدم. شده بود کسی مثلا آسیب برسونه؟ بیشتر به خودم آسیب رسوندم. آره به کسی زیاد آسیب نمیرسوندم. بعد احساسم میکنم مثلا قبلا هر جا میرفتم با هم میومدن، هر جا میرفتم احساس میکردم که یه چیز هست همراهم داره میاد. احساس میکنم تو خوب اینا رو میبینی. من یه سری من ترسناک ترین چهره‌ای که دیدم تو همون پارکینگمون دیدم، نمیدونم واسهشون تعریف کردم یا نه. بعد چراغ پارکینگمون از بالای پله ها خاموش میشه، یعنی تو راه پله خاموش میشه. من پله ها رو از پارکینگ اومدم بالا چراغ خاموش کنم، از در راه پله دیدم یه پیرزن مثل پیرزن بود، انقدر قدش بود آب جوش انگار ریخته بودن صورتش، کلا چروک بود صورتش، انگار سوخته بود. بعد چشمای آدم کور رو دیدید سفید آبی، جفت چشماش اونجوری بود. بعد 2 تا دندون داشت اندازه یه بند انگشت، 2 تا دندونش یه ذره درازتر بود. مثلا صدای جیغش مثل صدای جیغ گربه بودش. چقدر با جزئیات هم یادته. قشنگ من دیدمش، قشنگ واضح دیدمش. من این پله ها رو که اومدم از پله ها بیام بالا، بدو بیام بالا، دیدم واقعا ترسیدم چون دیر وقتم بودش. 4 تا پله رو می اومدم بالا، انگار 8 طبقه رو رفتم بالا، اینجوری سنگین بودم، نفسم دیگه بالا نمی اومدش. بعد ناپدید شد تا وسطای راه پله اون می اومد دنبالت می اومد از پله ها می اومد بالا. من از راه رو شیشه راه رو نگاه میکردم میدیدم داره میادش. بدترین حالتش این بود که گفتی، درسته؟ بدترین چیزی که دیدی؟ آره. تو شمالم که کار میکردم کار رنگ الکتروستاتیک بودم، رنگای کوره. من اوایل تو کارگاه میموندم، یه در ویلا بودش فکر کنم 500 کیلو بیشتر بود، یعنی ما 6 نفر به زور ما میتونستیم تکونش بدیم. من آخر شب تو همون یوتیوب بودم برنامه شما رو داشتم نگاه میکردم، اصلا اون در یه جوری کوبیده میشد زمین، یعنی من واقعا موندم اون در چه جوری داره تکون میخوره رو زمین است. ما 6 نفر به زور داشتیم تکونش میدادیم. مادر شما اون موقعی که این حالت به دست میده خودت متوجه میشی که چیزی تو بدنت هست؟ ما یه کاری انجام میدم، خب تو بقیه خونه‌ای که میرم انجام میدم همیشه، ولی خب نمیخواستم دیگه این کار رو انجام بدم، ولی خب مادر حالشون خوب نیست. اون هندزفری تو برای من اوکی میکنی بیاری؟ من یه چیزی میذارم برای شما گوش بدید، میخوام ببینم چه عکس العملی دارید. میذارم براتون گوش بدید، خب ببینم که چه حالتی بهتون دست میده. امکان داره یه مقدار سردرد بگیرید، استرس بگیرید، تپش قلب بگیرید. میخوام ببینم اگه اون موجود تو بدنتون باشه، میخوام باهاش صحبت کنم ببینم چی میخواد ازتون. خب شاید بعدش دیگه شما یادتون نیاد. اینو شما بذارید تو گوشتون، چشتون رو ببندید ببینید که چی میگه.
داره برمیگرده به اون موجودی که توی بدنشونه، چیزی که براشون گذاشتم این کارو میکنه، برمیگردونه اون حالتو. اذیتتون میکنه؟ آره. خب میتونید با من صحبت کنید؟ بذارین گوش بدین. حالا تعهد گرفتین؟ نه حالم خیلی بده. حالتون بد شده؟ این به خاطر سحریه که داخل بدنه، به خاطر سحر و طلسمیه که توی بدنشون هست. احساس سرما میکنید یا احساس؟ آره فکم سر شده. فکتون سر شده؟ تحمل کنید. میدونم نمیتونی، سخته، میدونم یه مقدار سخته. أحفظنا من شر الشياطين أحفظنا من شر الشياطين وجنودهم أحفظنا من شر الشياطين وجنودهم أحفظنا من شر كل الجن والإنس أحفظنا من شر الأشرار أحفظنا من شر الأشرار أحفظنا من شر الأشرار الساكن في العاصي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أحفظنا من شر الأرواح الخبيثة اللهم أحفظنا من شر الأرواح الخبيثة. سرتون درد گرفت؟ دوست ندارید صداشو، درسته؟ اصلا؟ خیلی انرژی بد میده. انرژی بد بهتون میده؟ آره. کسی تو ذهنتون صحبت نمیکنه؟ صدایی نمیشنوی که بگه قطعش کن؟ نه. فقط اذیتتون میکنه، درسته؟ دستتون زخم نشه. نه تو اسپری داداش. یه مقدارم نمک به من بده. یه ذره باید تحمل کنید. تحمل کنید. میتونیم من بعد از درش بیاریم. اللهم أعوذ بك من شر الدياعش والأباليس اللهم أعوذ بك من شر الدياعش والأباليس ومن شر ما الفاعل والزاهر والباطن والغالب والشاهد والساهر نمک توش بدید. کسی تو ذهنتون چیزی نمیگه؟ أشدكم بعهد الذي أخذ عليكم علي بن أبي طالب عليه السلام إن تخرجوا وترحلوا إن تخرجوا وترحلوا إن تخرجوا وترحلوا أعوذ بالله أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الدياعش والأباليس ومن شر الغالب والفاعل قفل شده، فکشون قفل شده. حتی کلمه الله هم نمیتونم بگم. سبحان الله نمیتونیم بگی؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا في نوم ولا في أحلام ولا في خيال ولا في تمثال. بکشید داخل بدن، بکشید داخل بدن. خودش باید به کمک کنه. بدید تو. بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بحق كاف يا عين صاد وبحق عين قاف وبحق مبارزش کاره جا بگید بهش بهتره. خب رفقا مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. من همیشه ویدیو رو تک قسمتی میذارم مگه اینکه مجبور بشم. این ویدیو 1 ساعت و 40 دقیقه است و واقعا از حوصله خیلی خارج میشه که 1 ساعت و 40 دقیقه رو پشت سر هم ببینن. نمیخوام از ویدیو کم کنم یا سانسورش کنم چون همه قسمتاش مهمه و آخر سر متوجه میشیم که این موجود شیطانی از کجا اومده. کامل متوجه میشیم که جاش پشت یه
آینه شمدون قدیمی، حالا تو قسمت بعدی حتما میبینیدش و کامل با اجنه‌ای که توی خونه است ارتباط مستقیم میگیریم، برای همین تایم ویدیو طولانی میشه. حتما قسمت 2 رو از دست ندید رفقا، قسمت‌های 2 رو ببینید، مهمتریناش قسمت‌های دومه. و این مصاحبه اون مصاحبه نیست که گفته بودم راجع به سقط جنینه، مصاحبه بعدیه که راجع به سقط جنینه. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا نگاه کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فردا پس فردا قسمت 2 رو براتون آپلود میکنم.